خیلی کمتر شده. فکر کنم متعبد شدی آره؟ خیلی هوا خفنه امروز، ولی حیف که شهر خیلی کثیف شده. آره، ساختمان‌ها کمتر و کمتر معلوم میشن دیگه. برج میلاد درست معلوم نیست. سوهیلا به نظر تو این شهر تا حالا برای چند نفر تجهیز زدی؟ چند نفر دیگه موندن که میخوام براشون تتو بزنیم. شهر بزرگیه. امروز هم که داداش باید بریم سالن. اول کمر آقا وحید رو باید بزنیم. اون دفعه اول تونست به ترسش غلبه کنه. بچه ها رو هماهنگ کردی داداش؟ یه گروهی خفنه دیگه داریم. Turn it up, J-Lo. سری تازه. آقا میگم من الان میگم لازم نه سوی بیارم چی میزنم یکم بکنم Turn it up, J-Lo.
خواهش میکنم سطحی رو که همه هم انجام بدیم. خواهش میکنم بچه ها یه جور بزنید تا اول یادش باشه. ما خیلی عمری نمی کنیم. خب سلام، من فرهود هستم از گروه اوکتاف. شاید با اسم فردی بشناسید. همین 28 سالمه، 29 سالمه و تتو دوست دارم. راجع به این مستند میتونم اینو بگم. به نظرت کسی که خیلی استایل و کلا فشن رو داره رعایت میکنه تتو داشتن چقدر میتونه روی حالمون پشت پیش تاثیر بذاره؟ به نظرم خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، از این لحاظ که شما دستت بازه که یه سری ادیتا انجام بدی که بتونه حال خودتو بهتر بکنه. چه میدونم، شاید یه چیزی رو بتونی اضافه بکنی که یکم وزن صورتت تغییر بکنه، حتی توی صورتت یا توی بدنت میتونی با اضافه کردن یه سری طرح‌ها یا نمیدونم یه سری سایه‌ها، یه سری چیزا رو ادیت بکنی که بتونی حس بهتری داشته باشی به خودت، به زندگی، نمیدونم نسبت به اون چیزی که رو بدنته. اونم مثل یه هنر دیگه. فکر کنم هر کسی که بخواد اهمیت بده به نمیدونم تیپ و ظاهرش و استایلش و اینا، یه تاچه ریزی از هنر و هنر دوستی باید داشته باشه. این هم من به عنوان هنر بهش نگاه میکنم، بنابراین 100% تاثیر داره. من یه تجربه جدیدی هم رسید داشتم توی فصل جدید. اونم این بود که چند تا سوزن همزمان گرفتم، یعنی چند نفر با هم برام تتو زدن و یه نکته جالبی توش داشت. اونم این بود که خب تتو درد داره وقتی سوزنی داره میخوره به پوستت مداوم. اما وقتی من تجربه قبلی اینجوری همیشه یه نفر رو روی یه کار یه جای بدنم داشته کار میکرده و من خودم همیشه تمرکز میکردم روی اون یه نقطه و دردش برام خیلی اعصاب خورد کنتر بوده. این سری یه اتفاق جالبی افتاد و اینکه من به هر کدوم می‌خواستم تمرکز کنم و فکر بکنم، اون یکی رو مجبور بودم بگیره ذهنم و اینکه بعد از یه تایمی واقعا به یه آرامش عجیب غریبی رسیده بودم و اینکه فکر می‌کنم یه سری درس‌ها رو آدم میتونه توی زندگیش بگیره دیگه. یعنی یه سری نکته‌ها هست که تو میتونی به عنوان یه سری هک ذهنی، هک مغزی بیا آره بیا اصلا بیا تو کادر باش. چطوری عزیزم؟ خوبی؟ از من ناراحت نباش. نه عزیزو دارم. چه حرفیه؟ اتفاقا داشتم الان برای بچه‌ها تعریف می‌کردم که تجربه جدیدمون چقدر جالب بود. اینکه همزمان 6 نفر داشتن کار می‌کردن. از من چیزی نباید به دل بگیری. من در نهایت خواسته هممون یکیه، چون هم ما دوست داریم که تو سریع‌تر به اون انتهای پروژه که دوست داریم که فول بادی تتو پروژکت اون هستش نزدیک بشی و اینکه باعث افتخار هستی شما اگر من اونجا اینجوری کردم، چون نیاز داشتیم به این مرحله که شما دچار تحول بشی و برگردی دورت رو تموم بکنی. 100%. نه اینکه 100% من تکون بخورم. جفتمون در نهایت یکی بود و اینکه ما با هم کلی قبلش صحبت کردیم. مگه نمیدونستی درد داره؟ مگه صحبت کردیم؟ مگه نگفتیم؟ اما بعد از مرحله دوم همونجوری که گفتی باید رو ذهنت کار کنی، کنترلش کنی و اینا. همین الان داشتم برای بچه‌ها میگفتم. آره دقیقاً. سعی کردم همزمان به همه دردا توجه کنم، یه دفعه همش محو شد با هم دیگه. احساس می‌کنم فقط یه آره خیلی عجیب غریب. یعنی از یه دونه سوزن به نظر من 6 تا سوزن بهتره. در نهایت چیزی که نمی‌کشتت قوی‌تر می‌کنه. تو 6 لول تو یه تایم قوی‌تر شدی. البته خودت قوی‌ترین هستی و اینکه توی این زمینم در نهایت فول بادی. من مرسی که قاطی کردی. اینو می‌خواستم حتما ازت تشکر کنم. اگه قاطی نمی‌کردی شاید این درس جدید من تو زندگی نمی‌گرفتم. تو با هر لرزشت، با هر حرکتت، با هر تکونت باعث می‌شدی که حالا هر کدوم از بچه‌ها نتونن اون تمرکز اصلی خودشون رو در نهایت همش برای خودت 100%. آره. و اینکه welcome to full body tattoo project. Thanks man, I appreciate it so much.